سلام، کتاب 10 گام تا آزادی مالی رو داریم با هم میخونیم. رسیدیم به فصل 6. فصل 1 تا 5 رو میتونید توی پلیلیست مربوط به همین کتاب پیدا کنید. موضوع این فصل هست هدف گذاری. میگه چطور میتونیم هدف گذاری مالی انجام بدیم و اصلا چه ضرورتی داره که ما چنین کاری رو بکنیم. اول خوبه که یه تعریفی انجام بدیم از هدف گذاری. 3 تا گام رو ما وقتی انجام میدیم میگیم یه هدف مالی داریم و داریم دنبالش میکنیم. یکی این که اول تعیین کنیم چه چیزی، یعنی من چه چیزی رو میخوام به عنوان هدف خودم بذارم. این چه چیزی خیلی سوال مهمیه، ولی باید توجه داشته باشیم که این چه چیزی رو من از کجا میارم، یعنی چه جوری تعیین میکنم که چی میخوام. حتما باید حواسمون به این باشه که اهداف ما باید از ارزش‌های ما بیان، نه اینکه جامعه از ما چی میخواد، بقیه از ما چی میخوان، بقیه دارن چه کاری انجام میدن و مسائلی از این دست. وگرنه من وقتی که چه چیزی رو تعیین میکنم و بعد در جهتش تلاش میکنم و بهش میرسم، میبینم که لذتی وجود نداره، احساس دستاورد داشتن نمیکنم، برای اینکه اومدم هدف گذاریم رو، چه چیزیم رو بر اساس خواسته بقیه، بر اساس ارزش‌های دیگران تعیین کردم. یا یه وقتی من یه هدف گذاری میکنم که با ارزش‌های من متضاده. همه ما ارزش‌های متفاوتی داریم و ارزش‌های ما از لحاظ سطح بندی با هم دیگه متفاوتن. ما نمیتونیم که یه هدف گذاری بکنیم منطبق با ارزش مرتبه 2 خودمون اینجا که متضاد باشه با ارزش مرتبه 1 مون، یعنی ارزشی که برایمون ارزشمندتره، برامون مهمتره. چنین هدف گذاری میشه هدف گذاری اشتباه. پس تو این فاز چه چیزی حواسمون به این هست که هدف‌ها از ارزش‌ها میان، از ارزش‌های سطح بالا میان و تضادی نباید بینشون وجود داشته باشه در سلسله مراتب ارزش‌هایی که ما داریم. مسئله بعدی اینه که حالا من چه چیزی رو تعیین کردم، باید یه نقشه گام به گام بریزم برای پیاده کردن اون. اگر من یه هدفی دارم برای مثال خرید ماشین، گام 1 2 3 4، حالا هر تعداد گامی که ممکنه وجود داشته باشه برای من چیه؟ گام‌های مشخص اجرایی من لازم دارم. ابهامی اینجا وجود نداشته باشه. ببینید مغز ما ویژگی ابهام گریزی داره، یعنی وقتی که با ابهام مواجه میشه ازش فاصله میگیره، دست به عمل نمیزنه، کاری نمیکنه. وقتی که نقشه من ابهام داره، مغز هم دنبال بهانه است که کار انجام نده، انرژی مصرف نکنه. میگه این گام 1 رو من اومدم اجرا کردم، گام 2 حالا برای من ابهام وجود داره که چجوری باید انجامش بدم. مثلا گفتیم که میخوام وام بگیرم، اینو من نمیدونم، تا حالا وام نگرفتم، هزار یه بهانه ذهن ایجاد میکنه برای اینکه این کار رو انجام نده. خب ما نقشه ریختیم با این مشخصات. گام 3 که خیلی ها در انجامش میمونن و اجراش نمیکنن، خود کلمه اجرا هست. خب حالا تو نقشه رو ریختی، بالاخره باید اجرا کنی یا نه؟ اینجا در فاز اجرا هم همین مسئله ابهام گریزی دوباره خودش رو نشون میده. یعنی من برام باید مشخص باشه که کی میخوام چنین کاری رو انجام بدم. اینو میتونیم توی فاز نقشه ریزی با هم ترکیبش کنیم، یعنی هر گام رو که مشخص میکنم یه زمان هم براش در نظر بگیرم، یه ددلاین براش در نظر بگیرم، بگم تا این روز، تا این زمان، حالا از زمان شروع مثلا 1 هفته، 1 ماه، 1 روز، یا تا مثلا آخر مرداد میخوام این کار رو انجام بدم. پس حواسمون هست که زمان اجرا رو هم تو فاز نقشه ریزی داشته باشیم و بعد بالاخره باید انجامش بدیم. من برم کلاس ورزشی ثبت نام کنم، باشگاه ثبت نام کنم، سلامتیم بهبود پیدا نمیکنه. زمانی که رفتم اونجا و تلاش کردم و عرق ریختم و از بقیه تفریحاتم زدم، زمان گذاشتم روی آمادگی بدنی خودم و اجرا کردم نقشه خودم رو، اون وقت میشه گفت که شاید وضعیتم رو به بهبود بره. حرفی که کتاب میزنه اینجا اینه که میگه، یه عبارتی داشتیم قبلا، من اینو خیلی توی این کتاب تکرار کردم، میگه اکثر مردم، اینجا هم ببینید میگه most people، اکثر مردم هدف گذاری مالی ندارن و همین باعث میشه که 2 تا اتفاق بیفته. اول اینکه خب قاعدتا وقتی هدفی نداری دستاوردی هم نداری، و مسئله بعدی اینه که وقتی که هدف نداری و دستاورد نداری، اون چیزهایی هم که ممکنه بهش رسیده باشی قدر و ارزششون رو نمیدونی، چون نمیدونی اصلا چجوری به وجود اومده. به خودت اومدی میبینی یه سری چیزا داری، وضعیت مالیت به یه شکل خاصی هست. تفاوت هدف و آرزو رو توضیح میده که قبلا وقتی که ما فاز 1 رو درست اجرا کرده باشیم نگرانی بابت این فاز نداریم. هدف یه آرزوه در واقع که شما براش نقشه داری، یعنی آرزو به علاوه نقشه میشه هدف. قاعدتاً وقتی که میگم نقشه یعنی یه اجرا هم پشتش باشه دیگه، چون تو فاز قبل که گفتیم داشتن پلن یا نقشه، خود نقشه و اجرا رو با هم دیگه ثبت کردیم و با هم دیگه راجبش صحبت کردیم.
پس اکثر افراد آرزوی مالی دارن و تعداد کمی هستن که واقعا هدف مالی دارن، با این تفاوت که برای آرزویی که دارن نقشه‌ای وجود داره برای اجرا و پیاده سازیش. یه مثالی رو با هم ببینیم. فرض کنید که ما میخوایم یه ماشین بخریم. دو تا انتخاب داریم. بیام یه ماشین نو بخرم یا یه ماشین دست دوم یا کار کرده بخرم. خب هر کدوم رو بیایم با هم دیگه بررسی کنیم. اگه من میخوام ماشین نو بخرم، کافیه برم بگم که از کجا میخوام بخرم، چه ماشینی میخوام بخرم. میخوام بخرم از یه ایران خودرو میخوام بخرم، میخوام سایپا بخرم، میخوام برم سراغ ماشین‌های چینی از نمایندگی‌های اونا بگیرم یا هر ترتیب دیگه. اما اگه بخوای ماشین کار کرده بخری، هم میتونی بری از جاهایی مثل دیوار خرید کنی، یعنی بازارهای آنلاین رو در نظر بگیری، یا میتونی بری دفتر معاملات یا بنگاه‌های یا ماشین فروشی‌ها که تو هر شهری هستن، بری سراغ اونا، با اونا صحبت کنی و به هدفت برسی، خریدت رو انجام بدی. اگر قرار نو بخری، باید اینو بررسی کنی که حالا چقدر گارانتی داره، چند هزار کیلومتر یا چند سال گارانتی برات تخصیص میدن. این ممکنه در تصمیم گیری اثر داشته باشه. یا اگر میخوای ماشین دست دوم بخری، آیا ماشینی که داری میخری مثلا یه ماشینیه که استهلاک کمی داره یا یه ماشینیه که دائم خرابه و باید کلی خرجش کنی. حالا اگر داری ماشین دست دوم میخری، بهتر نیست که به جایی که ماشین 5 سال کار بخری، یه ماشین 3 سال کار بری بخری که 1 سال 2 سال از گارانتیش هم هنوز باقی مونده. بعد که اینها رو برای خودت مشخص کردی و نوع ماشین رو مشخص کردی، چه ماشینی میخوام، چه مدلی میخوام شاسی بخرم، ماشین معمولی میخوام بخرم و از کدوم کمپانی میخوام خرید کنم، بعد به این فکر میکنی که حالا چطور پرداختش کنم، یعنی پول این ماشین رو چطور میتونم تامین کنم. یه مثال رو با هم دیگه بررسی میکنیم. فرض بفرمایید که من یه ماشین میخوام بخرم، قیمتش $15,000. الان من پولی که دارم $9,000. یه مقداری کم دارم دیگه. اینجا اگر که پولی که داشتم برابر قیمت ماشین بود که میرفتم سراغ این فاز و میگفتم که خب حالا چی میخوام بخرم و خرید میکردم. ولی اینجا من یه 6,000 تایی کم دارم. چه میتونم بکنم؟ فرض کنید که من قابلیت این رو دارم که ماهانه 300 تا پس انداز کنم، بذارم این پول رو کنار. حالا انتخاب‌های من چیه؟ یه انتخابی که دارم اینه که صبر کنم تا زمانی که این 6,000 تا پول برای من جمع بشه، یعنی به اندازه $6,000 که کم دارم و 300 تا در ماه میتونم جمع کنم، 20 ماه. حالا سودش رو در نظر نمیگیریم که ممکنه این پول رو توی حساب وارد کنی که سود بگیری، ولی به طور کلی 20 ماه طول میکشه تا به این مبلغ 6,000 تا برسم. حالا توی این 20 ماه ممکنه قیمت ماشین کمی بالاتر بره، کمی پایینتر بیاد، به هر ترتیبی. حالا اگه تو کشور ایران بخوایم صحبت کنیم که قطعاً بالاتر میره، ولی در حالت عادی در بقیه کشورها که بخوایم حرف بزنیم، مدل ماشینت که کم کم پایینتر بیاد قیمتش پایینتر میاد، یا به هر حال ممکنه این مدل جدیدی بیاد قیمت اون ماشین افت کنه. پس این قیمت ممکنه کمی نوسان کنه، ممکنه کمی کمتر و کمی بیشتر از این مقدار بعد 20 ماه بخوای پول بدی، بعد حدوداً 1 سال و نیم. راه دیگه‌ای که دارم اینه که صبر نکنم این مدت رو، بیام وام بگیرم. میرم بررسی میکنم، میبینم که اگر من این 6,000 تا رو بخوام وام بگیرم با نرخ بهره 8%، اون وقت میتونم یک وام 24 ماهه بگیرم که این وام 24 ماهه من اقساطی داشته باشه معادل ماهی $271. میبینید که از اون چیزی که من میتونستم پس انداز کنم، یعنی $300 یه مقداری کمتره. حالا کاری که میشه انجام داد، پس انتخابی که من دارم اینه که بیام با وام بخرم یا همونجا برم بخرم. مشکل با وام خریدن ممکنه چی باشه؟ چون به هر حال اینجا داری 20 ماه زودتر ماشین رو میگیری دیگه، 20 ماه زودتر ماشین دار میشی. یعنی اینکه صبر نمی‌کنی، لازم نیست نزدیک 2 سال صبر کنی، خودش یه ارزشه برای ما، باید اینو در نظر بگیریم در هدف گذاری خودمون. اما ماجراش چیه؟ اینجا یه مقداری داری بهره به بانک میدی. چقدر بهره به بانک میدم؟ اینو میتونیم حساب کنیم. کل بهره‌ای که تو این 20 ماه داریم به بانک پرداخت میکنیم با این اقساط ماهی 271 $504 میشه. خب یکی ممکنه بگه آره خوبه دیگه، من همین کار رو انجام میدم، میام وام رو میگیرم، اینقدر صبر نمیکنم، کلا هم 504 تا دارم بهره میدم، رو 6,000 تایی که دارم میگیرم زیر حتی 10% دارم بهره پرداخت میکنم. کار دیگه که میشه کرد اینه که من که میتونم ماهی 300 تا پس انداز کنم، یعنی یک انتخاب اینو بذارم، یک اینو بذارم، دو یه انتخاب سوم هم در نظر بگیریم. من میام وام میگیرم، ولی به جای ماهی 271 ماهی 300 تا رو پرداخت میکنم. به جای اینکه اون وقت 2 سال این وام رو بخوام پرداخت کنم، تو 21 ماه پرداختش میکنم. حالا فرقش نگاه کنید، اینجا 20 ماه بود، اینجا 21 ماه بود. یعنی من به طور معمول که میخواستم وام بگیرم 4 ماه بیشتر باید اقساط 271 رو میدادم، ولی اگه همون 300 تا رو بپردازم، حالا فقط 1 ماه اضافه دارم پول میپردازم و 20 ماه ماشین رو
زودتر تونستم تحویل بگیرم و ازش استفاده کنم. اینجوری محاسبات رو انجام میدیم و هدفهای خودمون رو ریز میکنیم و یه مقایسه میکنیم ببینیم که به کدوم راه بریم بهتره و بیشتر به نفعمون. مسئله بعدی، تا زمانی که اون گام سوم نقشه ریزی و طرح ریزی یعنی عمل و اجرا رو ما بهش تن در ندیم و واقعا اینو میگم زحمتش رو نکشیم، چون زحمت داره دیگه، میدونیم به هر هدفی من بخوام برسم زحمت داره. شما میخوای گیتار بزنی، کلی باید تمرین کنی. میخوای وضعیت بدنیت بهتر بشه، تمرین میخوای بکنی. میخوای بری دماوند رو فتح کنی، قبلش مدت زمان زیادی رو باید برای آماده سازی صرف بکنی. ولی تا زمانی که من حرف بزنم با بقیه و صحبت کنم با بقیه فقط راجع به این هدف خودم، هیچ اتفاقی نمیفته تا زمانی که اولین گام رو بر ندارم. میگن که بلندترین سفرها هم از اولین گام شروع میشه. این اولین گام خیلی مهمه. ما یه اینرسی داریم، قبلا راجبش صحبت کردیم تو جلسات قبل مربوط به این کتاب. ما برای شروع هر مسیری و هر کار جدیدی لختی و اینرسی داریم، برامون سخته که راه بیفتیم، ولی اولین گام رو که رفتیم کمی ساده تر میشه. اینو هم اضافه کنم، من یکی از راههایی که تحقیق شده و دیدن مؤثره وقتی که ما هدف گذاری میکنیم اینه که یه تعهد اجتماعی برای خودت درست کنی. چجوری؟ با اینی که به یه دوستی، به یه رفیقی که مورد اطمینانته راجع به اون هدف صحبت کنی، بگی من میخوام این کار رو بکنم، من میخوام برم دماوند رو فتح کنم تو یک بازه 1 ساله. این تو ذهنت باشه، به هیچ کی متعهد نباشی، تعهدت فقط به خودته. وقتی به یه رفیقی میگی که من همچین نقشه‌ای رو دارم و براش جدی هستم، اون وقت اینم تو ذهنت هست که اگر من این کار رو نکنم بعداً دید اون آدم ممکنه به من عوض شه، فکر کنه من سر حرفم نیستم و کلا این فشار باعث میشه که این هدف خوب رو بهش برسی. البته این بازی شمشیر دولب یه جنبه منفی هم داره که بعضیا میان بعضی تعهدات بد رو نسبت به دوستانشون، چون یه محیط دوستانه خوبی ندارن، بهش تن در میدن. بعد خودش هم میفهمه فرد که این کاری که من گفتم میخوام انجام بدم و این هدفی که داشتم هدف اشتباهی بوده، حرف اشتباهی زدم، ولی دیگه حالا به قول معروف بوق زدم باید سوار. اون وقت کار سخت میشه. پس حواسمون باشه فقط اینو راجع به اهداف خوب پیادهش کنیم. مسئله بعدی، ما همیشه اهداف زیادی داریم. هیچ کدوم از ما نیست که فقط یه هدف داشته باشه. هدف 1 2 3 نگاه میکنیم میبینی 1000 تا هدف. خب اینا رو هم همه رو میخوایم بهش برسیم. میخوام ماشین بخرم، میخوام خونه بخرم، میخوام یه سفر مثلا ایتالیا هم برم، بعد میخوام ممکنه 4 این باشه که یه کسب و کاری راه بندازم. حالا برای کسی که بچه‌ای داره ممکنه این باشه که میخوام یه مبلغی براش کنار بذارم که بعداً بتونه خونه بخره، یا میخوام دانشگاه بفرستمش یه کشور دیگه، پول لازم دارم. این اهداف رو یه وقتی که با هم میذاریم و تعدادشون زیاد میشه، اون وقت به هیچ کدومشون نمیرسیم. این نکته اول. تعداد اهداف که خیلی زیاد میشه دیگه مغز زیرش کم میاره، میگه من این همه رو نمیتونم بهش برسم. کاری که باید بکنیم اینه که بیایم اهدافمون رو یکی براش بازه زمانی در نظر بگیریم، یکی برای اولویت بندی. مثلا من میخوام یه پولی کنار بذارم برای بچه‌م که خونه بخره. نگاه میکنم میبینم الان 10 سالشه، من تا 20 سالگیش 10 سال وقت دارم این کارو بکنم. بازه زمانی این هدف میشه 10 ساله. ماشین میخوام بخرم، میگم اینو میخوام در سال آینده بخرم 1 ساله. خونه میخوام بخرم یا خونه‌مو میخوام تبدیل به احسن کنم، اینو بازه زمانیشو در نظر میگیرم مثلا. سفر به ایتالیا رو ممکنه بگم 2 سال بعد هم برم، برام اوکی. کسب و کار رو میخوام تو 6 ماه آینده راه بندازم. این کارو میکنیم، بازه زمانی رو در میاریم و بعد متمرکز میشیم روی تک تک اهدافمون، اونهایی که برای ما اولویت بالاتری دارن و بازه زمانی کوتاه‌تری داره. پس اولویت بالا، زمان نزدیک. نه اینکه بریم سراغ اهدافی که اولویت کمی دارن و زمانشون هم برای ما دوره. میتونیم یه ماتریس تشکیل بدیم، بیایم اهدافمون رو توی این خونه ها بچینیم، بگیم مثلا هدف 1 من اینجاست، هدف 2 و 3 اینجاست، هدف 4 اینجاست، هدف 6 و 11 اینجاست. بعد یکی یکی بریم سراغشون، اونهایی که اولویت بالاتری دارن و اونهایی که زمانشون نزدیکتره. اولویت از کجا میاد؟ از ارزش‌های شما، از لایف استایل شما. اینها تعیین میکنن که توی سلسله مراتب اهدافی که میذاریم کدوم یکی برای ما مهمتره و همیشه هدفمون که مشخص شد تعادل رو هم در نظر میگیریم. کار ما این نیست که صبح تا شب بدویم. یه وقتایی هم باید ریلکس کنی، باید لم بدی و فقط از زندگی لذت ببری. اگر قرار باشه تمام زمان من صرف این بشه که بدوم دنبال سلسله اهدافی که دارم و هیچ لذتی از زندگی نبرم، اون وقت داستان برای من داستان غم انگیزیه و به شکل تراژیکی تموم میشه. هدفها رو طوری تعیین میکنیم که هر گامی برای ما لذتی به همراه داشته
باشه. اگر یک گامی هست که لذتی درش وجود نداره، میتونیم به خودمون یه جایزه‌ای بدیم، به خودمون یه هدیه‌ای بدیم که این فرآیند رو برای خودمون ارزشمندتر کنیم. و نکته آخر، اهدافمون رو چقدر بزرگ انتخاب کنیم. اهداف یه چالش و یه پارادوکسی دارن. اگه کوچیک باشن، خیلی کوچیک باشن، مثلا هدفم اینه که پاشم برم مثلا یه بستنی بخورم، این باعث میشه که من براش خیلی وقت و انرژی و انگیزه نداشته باشم که انجامش بدم، چون خب یه هدف کوچیکی، حالا میخوای بری یه بستنی بخوری، خیلی چیز مهمی نیست، خیلی هم در نهایت بهت حال نمیده، پس انگیزه برای اجراش نداری. هدفهای کوچیک مشکلشون اینه که راحت بهش میرسی، ولی همون یک قدمی هم که میخوای برداری ممکنه انگیزه برات ایجاد نکنه. اگه هدف خیلی بزرگ باشه، میشه اون مثل سنگ بزرگ، علامت نزدنی، یعنی با خودت میگی من که به این نمیرسم، ممکن نیست. مثلا من الان کل داراییم 1,000,000 تومنه، یه هدفی برای خودم میخوام بذارم تا آخر سال بشه 1,000,000,000 تومان. نمیگم که نشدنیه، ولی خیلی هدف سختیه. اکثر ما به این نتیجه میرسیم که عطاش رو به لقاش ببخشم، نمیتونم اینو اجرا کنم. هدف که خیلی بزرگ باشه هم دیگه این انگیزه ممکنه خیلی وجود داشته باشه که به من توی یک سال مثلا 1,000,000,000 داشته باشم، انگیزمو ببره بالا، ولی قابلیت اجرا نداره دیگه. میدونیم خودمون که با توجه به توانایی هایی که داریم نمیتونیم اینو اجرا کنیم. یه جایی این وسط هدف گذاری درست قرار میگیره، یعنی جایی که هدف تو نه اونقدر کوچیکه که هیچ انگیزه‌ای به تو نمیده و نه اونقدر بزرگه که از لحاظ عملی انگیزه های تو رو میکشه، یعنی از لحاظ روحی روانی خیلی هدف برات لذت بخشه. مثلا من میخوام برم 1 سال دور دنیا بچرخم، ولی از لحاظ اجرایی میبینی شدنی نیست و به این ترتیب ممکنه که باعث بشه که در شروع کار تو همون گام اول بخورم به بنبست و اصلا اجراش نکنم. مراقب خودتون باشید. کتاب رو ادامه میدیم، فصل‌های بعدی رو. خدا نگهدارتون.